در این کره خاکی کشوری وجود دارد که مهد دلیران است، با استانی پهناور به نام فارس که در جنوب آن شهر زیبای گراش قرار دارد. شهرستان گراش با جمعیتی بیش از 51,000 نفر در 360 کیلومتری مرکز استان واقع شده که دارای دو بخش مرکزی و عرض است. با وارد شدن به شهر گراش اولین چیزی که نمایان می شود کلات است که همچون زمردی سبز رنگ چشمها را نوازش می دهد و شهر چون حلقه انگشتری گرداگرد آن توسعه یافته. شهرستان گراش با دارا بودن تعداد 11 بقعه متبرکه و 90 مسجد و حسینیه آماده پذیرایی از میهمانان و زائران نوروزی در ایام تعطیلات نوروزی خواهند بود. با توجه به آب و هوای گرم و خشک گراش بیشتر درختان این منطقه را نخیلات تشکیل می‌دهند، ولی در کنار خرما، مرکبات و میوه‌های گلخانه‌ای نیز از عمده‌ترین محصولات کشاورزی این شهرستان محسوب می‌شوند. نون و شیرینی محلی، شیرینی خرمایی آماده می‌کنیم برای مسافران نوروزی که میان ازش استفاده بکنن. از همه هموطنان می‌خوام که بیان و از طبیعت زیبا و بکر گراش دیدن کنند. هویت هر دیاری را فرهنگ و گذشته آن تشکیل می‌دهد. گراش نیز در زمینه پاسداشت فرهنگ گذشتگان کوشیده و سعی در حفظ سنت‌ها دارد. از جمله این آثاری که مهمانان نوروزی میتونن بیان و از اونها بازدید بفرمایند، خانه شهیدان عظیمی که موزه مردم شناسی هست، برکه کل، منطقه گردشگری سد تنگ آب و همچنین مجموعه 7 برکه هستش. در کنار این ما خانه سعادت رو توسط انجمن ایکوموس در نظر گرفتیم که مهمانان تشریف بیارند و با آداب و رسوم و فرهنگ گراش هم آشنا بشن. ما این خانه تاریخی رو مهیا کردیم تا بازسازی تجربه زندگی در خانه‌های قدیمی گراش رو برای بازدیدکننده‌ها فراهم کنیم. میهمانان نوروزی می توانند در کنار بازدید از اماکن تاریخی، سوغاتی‌های متنوع گراش نظیر حلوا مسقطی و حلوا ارده‌ای، همچنین صنایع دستی منحصر به فرد این شهرستان را نیز با خود به یادگار ببرند. بهار با شتاب بیشتری دامن سبزش رو تو شهر گراش پهن کرده و این شهر با هوای مطبوع بهاری پذیرای مسافران نوروزی است. فاطمه آهنی، خبرگزاری صدا و سیما، گراش.